به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما بیننده های چینل یوتیوب افغانستان بهتر. امیدوار هستم که در هر نقاط دنیا که هستید جور و صحت و سلامت و دور از گزند روزگار باشید. حیات الله شاریار هستم. شما هم بیننده چینل خودتان افغانستان بهتر هستید. بیننده های عزیز، قسمی که میبینید امروز آمدیم به راسته سرگرمخانه. البته امروز میخواهیم خدمت نرخ و نوای طلا را به شما معلومات بدیم. دیگه امروز میخواهیم گزارش خود از زرگری عزیزالله رؤوفی بگیریم. میخواهیم نرخ و نوای طلا را از این سرگرمخانه، از این دکان اطلاع فروشی برای شما معلومات بدیم. شما هم بیننده گزارش خوب ما باشید. میرویم پیش مسئول دیگه این سرگری و این دکان اطلاع فروشی همراهشون هم کلام میشویم. شما هم برنامه ما را تا آخر دنبال کنید. سلام علیکم. جان جود بخیر هستید؟ سلامت باشین، زنده باشین. انشالله که امیدوار هستید که مزاحم خود نشده باشید. خوش می‌کنم. شما خودتون هم خصوصی اعظمی زرگری سندگار دکان اطلاع فروشی درست هسته؟ مدیر کجاست؟ مدیر صاحب طبقه بالا است. منزل دوم هستن. خب بیشتر دیگه مزاحم شما نمیشم زیاده اشکال. سعی سرمت. خب هموطنان عزیز، دمی دکان اطلاع فروشی یا بازرگری عزیزالله رؤوفی هست. هم منزل پایین هست، پایینش هم هست اینا در بالا هم هست. امروز اول ما میریم دیگه منزل بالا را، چیزای خودرویز و چیزایی که دیگه بسیار ظریف فروش هست، اول اونا رو به تصویر بکشیم. بعد از اون باز میریم منزل پایینی. بیننده ما باشیم. هموطنان عزیز، فعلا دیگه سرگری عزیزالله رؤوفی قرار داریم. دیگه میرویم پیش مسئول این زرگری. همراه برادر ما معرفی میشیم. خوبه برادر؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. حسای کاروبار، حسای روزگار رو دیگه جای شما به گرم است فکر کنم، نه؟ بالا گرم‌تر است. امروز ما به خاطر که دیگه ما هموطنان عزیز نگفته نمونه یک رقم باران هم بود و بسیار دیگه خنک هم بود، نه؟ دیگه اون یک رقم لباسکای دیگه زمستانی رو پوشیده آمدیم به خاطر که خنک نخوریم. البته دیگه اینجا هوا دیگه بسیار گرم است دیگه اینجا. بسیار گرم است، نه؟ قبل از اینکه درباره نرخ و نوای طلا گپ بزنیم، اولی خودتون رو معرفی کنید. شهزاد جان، چند سال شده که در این بخش زرگری مصروف هستید اطلاع فروشی؟ نه خدا دیگه کلا دیگه یک تجربه خوبی دیگه بعد از آوردیم دیگه به این بخش. یعنی بسیار عالی. چطور است بیادرم کاروبار و فرصت نکنهای طلا؟ خیلی خوبه. چند سال گذشته تقریبا فرمایشات زیادی هم یعنی هموطنان ما تمام خریدار خوب است. هر روز بسیار عالی. شهزاد جان، گفتین هموطنای ما تقاضا زیاد میکنن. نگفتین همین طلا که هست خب بیشتر همین نامزدارای ما شما زیاد خرید میکنن، نه؟ بله، اصلا تقاضا با مهندسی میکنن هم همین بخش کسی یگان تا کسی همین اطلاع رو به خاطر از این زیاد خرید میکنن که پیشهایشون دیگه نشبان توصیل بود. بله، خیلی بانک خانه است دیگه، نه؟ خانواده است. بله، یکی از شعارش همین است. اطلاع میگن بانک خانواده است. هر وقت شما بخواید و پیسه نقد است، یعنی در خاطر تبادله است. دقیقاً. اینا رو بیشتر همین اطلاع رو از روی خانواده زیاد خرید میکنن یا نه؟ من
قبل موضوع تقریبا کسایی هستن که داخل سماعت فکر کدام زیاد مواجه میکنند پیش شما؟ هر دو طبقه، از هر دو طبقه زیادتر پیش ما میان، هر کدامشون دیزاین‌ها سایزهاشون فرق میکنه از پیش ما هر چیزی که دوست دارن فرمایش میکنن. 50% است یعنی دیگه. بسیار عالی، بسیار عالی. خب شهرزاد جان این زرگری اجزای رابطه است. من که خودم تمام شما اومدم به بزرگترین دیگه اما زرگری بودیم یا طلا فروشی؟ خب بله آدم هستی زرگری هست. زرگری میشه یاد میشیم دیگه نه؟ زرگری بزرگترین زرگری هست. اینجا نام خدا تقریبا دو سه طبقه هست. از ما بله دو طبقه هست. دقیقاً نام خدا طبقه پایین هم دیگه بسیار راحت دیگه دیگه تو زره هر نوع سیکای بسیار بزرگ دی بالا هم اینا این زرگری بودن چند تا طلا داره بود معمولا تقریبا ما چند سال سینه و عیار هست دیگه نه؟ بله سینه و پرستیان شده عیار یکی عیار 18 است و 21 است و 14 شروع میشه 18 و 21 داره بعد دیزاین هم هست که عیار بالاتر هم میکنن و از سه کتگوری که بالاتر هم عیار میکنن باز این استاندارد نیست عیار هست این فعلا تدکون دمی زرگری خودتون فعلا همیازیش موجود است؟ از ما معمولا عیار 18 کمتر داریم باز از معمولا حالا بسیار از ما از نظر خودتون امی 14 و 18 و 21 هر اینا چی هست؟ در این چیزی که شما 21 تنها کنید؟ بخاطر از اینکه باید 21 زیادتر برای ما تفاوت باشه بسیار و هر با ساخت که عیار 21 داره نسبت به رای 18 و 14 بیشتر می‌باید. بازار زیاد هست که شما می‌بینید بله در اجناس ما دیزاینش محدود داره بالاتر است. عیار 21 خب پس دلیلش از این بوده که هموطنهای عزیز که عیار 21 علاقه‌مندی هموطنهای ما بیشتر نشان دادن و تقاضاها زیاد است و خاطر همین دیگه بازرگری استفاده بیشتر عیار 21 هست هر چی بشه از خلاص بگیرم از دیزاین‌ها و هم هست هم فرمایش میشه یعنی اینا رو برای ما دیزاینرهای بسیار خوب رو برای ما نشان بدید. کدوم برای ما اول با معرفی کنیم یا از نگاه سید یا دستبند هر کدامش که خود برای شما نشان میدم. بسیار عالی. فقط ما دیزاینر که این قسمت ببینید شما یا تمامش دیزاین‌های عیار 21 قطری است. این دیزاین هست که مثلا خیلی برای ما فرمایش هم دیزاینر قطری گفته میشه. مثل که شما می‌بینید در تصویر این دیزاین است. زیاد برای ما فرمایش هم. خود دیزاینر کویتی ساختش فرق می‌کنه. تمام ماده عیار 21 فقط دسته شیک دیزاین فرق می‌کنه. این دیزاین کویتی گفته میشه. اینو باز کویتی است. اینا کلش کویتی است یعنی از ما بله تمامش کویتی است فقط در ساختش گفتم که بعضی دیزاین قطری هم باز ما فرمایش داریم بله بسیار عالی. اینون شهرزاد جان تقریباًش برای من اینجوری میاد از نزدیک برای مطالب ما نشان بدید. اکثر دیزاینایی که برای ما زیادتر فرمایش از اینایی که زیاد میتونه همکار ما تقریبا فروش ما از این دیزاین زیادتر بود. دیگه این دیزاین باشه مشهور است. بنام باشه سیت باشه میگندش. باز این که بود خیلی امسال فروش از زیاد آمده بود بس باردر برای ما. از این زیاد یعنی فروش داشتیم. یعنی هموطنای ما زیاد خوش میکنن. زیادتر از این دیزاین خوش میکنن. دیزاین که از باز از خود خوشواره بیشتر اسپاند داره. خب یک تا همینا رو برای ما یک وزن میتونیم سر نوچی بگیریم ببینیم که چقدر رنگ سرخ شبات بله ببینیم که هموطنای عزیز میتونید چقدر میشه که وزن از این سیتی باشه که از تقریبا میشه یک همکار میدونیم بله شما میتونید ببینید اونو طرف پس میکنه در ترازو شما میبینین دقیقاً 44 گرم و 530 میلی هست خب این حاله چقدر میشه؟ از ما خود تقریبا برای خیلی تخفیف و
در حساب قامت خیلی مراسم و از حساب مشتری‌ها کسایی که نمیان فرمایششان مراسمشان میشه. حالا از ما قیمت‌های ما فروش ما $86 با زمان فرقش قطری و عربی کویتی است که در حساب بیش فقط $1 فرق میکنه. دیزاین ها که است دیزاین قطری است فروش یکم بلندتر میشه از کویتی که قیمتش $3830 میشه. یعنی فعلا $3830. خب هموطنای عزیز اینمی سیتی که براتون نشان دادیم دیگه $3830 شد. البته اینجا دیگه باز هموطنای ما که باز بیان دیگه تخفیف هم در نظر حتما بدون از اینکه چیز کنن ما اینه خیلی قیمتش یعنی ارزان‌تر حساب کنیم و حتما تخفیف هم در نظر میگیریم برای شما مقاله میشود. خب این سیتی قطری بود بیادرم شهزاد جان. دیزاینی خب قطری بود. اینا رو سیت بود نه؟ یکان دوشوارا میگیم یا بابا شما خب میتونه کار ما ببینه؟ این اسپند بود کیه؟ این اسپند هم همچنان از خود سیت داره، گوشواره و انگشتر هم خیلی زیاد آمد که قیمت هزینه ما بر شما وزنش میکنی؟ یعنی وزنش معلوم است؟ وزنش از ما کس با سیستم ما چون روز به روز تکنولوژی پیشرفت میکنه از ما مجنوس ما این قسم نیست از این بارکود زدگی است. بارکود اسم و لوگوی دوکان ما، عیار جنس ما و وزنش درک شده است. دقیقاً مثل در خارج جا که تو میبینید دقیقاً اینجا ما مفتی هست. خب اینا قیمت زیبا چند میشه؟ گرام و قیمت ازی در حدود یا گفتم پیشترم براتم حدودات 67 میکنه حدودش 87 دلار است که گرامش $2360. درست است بگم؟ خب دیزاین هم خیلی از پیش خوش میکنم. هموطنای ما زیاد علاقمند زیاد نشان دادن یعنی بسیار عالی. شهزاد جان دیگه چیزی دیگه که برای ما نشان میدین هموطنای ما زیاد علاقه دارن. زیاد ما برای شما بیشترم ما یادآور شدیم که نامدارا زیاد میاد از چلا دیزاین‌های جدید خودم نشان میدم. بسیار عالی. فعلا از ما این دیزاین‌ها چلای هستن که زیادتر برای ما یعنی کسایی که تازه نامزاد میشن یا ازدواج میکنن زیاد فرمایش میدن. تاش بالا بیاریم. ساده حرکت نشان میدم که این دیزاین هست که یا خوبی دیزاین دیگه است که رویتش کلانتر است وزنش کمتر است، کم حجم است. باز به اون خاطر این دیزاین رو زیادتر خوش میکنم که قیمت ها از یا مناسب تر است. وزنشان از 3.5 گرم شروع تا 7-8 گرم وزن داره، از 3.5 گرم کمتر هم وزنش است. یعنی سبکترینش چقدر؟ این دیزاین از دیزاین سبکترش تقریبا 2.5 گرم وزن داره که قیمت هزینه در حدود $220. خب باز اگه سنگین‌تر دیزاین کاری شده است و دیزاین نیگی نام داره. وزنش 7 گرم و 470 میلی است. قیمت از این در حدود $650 میشه. $650. بسیار عالی شهزاد جان عزیز. خب هموطنای عزیز این هم دیگه چی بود دیگه؟ دیزاین چراهای چلاهای دیگه به خاطر که کسایی که نامزاددار و به خاطر چیزا چه استفاده میشود. اینا بود. میتونین شما ببینین اما تو بسیار دیزاین‌های بسیار خوشگل و بسیار ظریف یعنی خوب یعنی واقعیتش هم که بسیار خوب ظریف کاری شده است شهزاد جان. درست است؟ چند دیزاین انگشتر با شما نشون میدم. وزن دیزاین هم انگشتر برای ما خیلی امسال فرمایش آمد. این انگشترهای نیلیندار است. این خودش یک انگشتر است تنها این خودش تنها انگشتر است که فکر کنین که رویتش خیلی کلام هم است و یک چیز خیلی مقبول هم است. و گفتم هم که امسال خیلی فرمایش آمد و خوبی این است که این همراه سنگش است و در ضمن از سنگ از این منفی شده است. یعنی بعضی کسایی که زیاد تشویششون به این است که جنس میگیریم ما همراه سنگ یا نگینش است که او در حساب وزن طلا میاد و زمانی که ما بخوایم بفروشیم و تبادله بکنیم این
یعنی نقص میکنن دقیقاً دیگه باز اگه این دیزاین هم قسم نیست یا همراه سنگش آمده هم سنگش منف شده است تقریبا وزن خالصش 20 گرم است 2 گرم یا 3 گرم با سنگ ازی منف شده واقعیتش هم دیگه بسیار یک نکته بسیار خوب شهزاد جان اشاره کردن هموطنای عزیز اکثریت هموطنای ما که علمی انگشترها رو خریدار میکنن واقعیتش هم دیگه بود سنگ ازی باز خیلی زیاد از یک بس داره بر شما نشان دادم یا تمامش سنگاش باز منفی شده است بسیار عالی بسیار عالی خب شهزاد جان دیگه چیزای ظریف رو برای ما کدام رو نشان بدین و دیگه دیزاین‌های ظریف که شما می‌بینید اون دیزاین حلقه است و دیزاین‌های ایتالیایی است که ما با شما نشان میدیم بسیار عالی برای ما یکی با یکی نشان بدین که دیگه هموطنای ما دیگه خلاصه دیگه ببینن هیچ چیز از خیر و قلم نمونه دیگه ما نمون نگن که باز دیگه آیات الله رفتی و از اینجا برای ما این چیزی که دیزاین‌های تازه که برای ما اومد این دیزاین حلقه‌های ایتالیایی است که از این دیزاین‌ها خیلی ما فروش داشتیم این دیزاین‌ها که از باز شاید ساخت محکم یک دیزاین و طرح مقبول داره و ایتالیایی که از طلایش عیار 18 می باشه و خوبیش دیگه است که رویتش کلانتر است وزنش باز کمتر می باشه کمی است که مردم زیاد از این هیکلش کمی کلانتر می باشه اما وزنش رویتش کلانتر و حجمش کم است بسیار عالی خب اینمی واقعاش میشه سبوک است بله مثل که این دیزاینش همسایت برای ما فرمایش آمد که است باز کلانتر است رویتش کلانتر خوب باز وزن مناسب و کم داره اینی نرمال است نه زیاد سنگین است نه سبوک باز اگر بخواید شما از این دیزاین قطری یا کویتی بگیرید باز وزنش بالای 50 گرم میشه 50 اینو فعلا چند گرم میشه 30 گرم الی 31 گرم وزن داره 30 الی 31 گرم چقدر میشه باشه باز قیمت اینمی باز هم وطنای ما خرید کنن درست به خاطر که بسیار دیزاین بسیار خوبش است نه بسیار دیزاین‌های مقبول است بالا همون دیزاینش هم در دیزاین و ساخت ازی است برای ایتالیایی که قیمت‌های ازیا در حدود $2550 خرج میشه باز این دیزاینش در حدود $700 $750 میآید این دیزاین $750 در این حد $2500 هم این از این دیزاینرهای خوبش میشده بسیار عالی اونا رو برای ما یکشون بیام دیزاین دستبندای است که اکثریتش از فیتسیت داره باز کلا همو این بخش بله مکمل دستبند است لیسی است و دستبندهای زنجیری است دستبندهای لیسی زنجیری خب از این بخش دستبندها یک چند تا رو برای ما نشان بدین دستبندهای لیسی یک چند دیزاین برای شما نشان میدم خب به خاطری که دیگه زیاد علاقمندی زیاد دارن بله بعضی کسایی که میخوان دستبندهای را بگیرن که هم تو دستشون پر نشان بده این دیزاین است خب که خوب است یا رویت کمتر دارن تقریبا قیمتش وزنش سنگین‌تر معلوم میشه این دیزاین کم سنگین‌تر است بله خب بعضی مشتری ما هستن که سنگین‌تر فرمایش میکنن یک چیزی است که همیشه باز استفاده می‌کنن خب این دیزاین قیمتش $1680 میشه و این دیزاین دیگه که وزنش 40 گرم هست قیمتش در حدود $3480 میشه $3480 خب اونو دیزاینر که دیگه ایشم دستبندک خب این نه بالا این رو گفتیم که $1680 خب میتونه همکار ما این از این قسمت یک برای هموطنای ما نشان بده که دیگه خب از این قسمت یعنی کلا دیگه دستبندک هاست دیگه خب این قسمت برنامه چی میشه و با قسمت تمامش گفتم که حلقه کویتی است حلقه باشن حلقه ایتالیایی تمامش عیارش 18 است خب حلقه های ایتالیایی بسیار عالی خب از این حلقه های ایتالیاییتون شهزاد جان یک تا از سنگین وزنش برای ما نشان بدین و یکی دیگه از همین سبکترش که قیمت مناسب تر باشه سنگین وزن خب این دیزاین رو براتون نشان دادم که یعنی وزن سنگینش نیست قیمتش $2500 میشه سبکترش باز از این دیزاین ها زیادتر خوش میکنن که وزنش 10 گرم است بله این دیزاین قیمتش $750 $780 میشه در حدی 780 750 خب دیگه هموطنای عزیز واقعیتش دیگه بسیار کم وزن وزن همه چیزی بسیار مقبول امیدوار هستم که دیگه بیاین خودتونم از این دیزاینرهای مقبول خریداری کنین و دیگه هم تخفیف خوبی از
زرگری از اونای راوی بگیرین از سرزاد جان بگیرین و دیگه بله بسیار عالی. خب این دیزاین ها چسبک هست بسیار عالی. تفلانه گرفته میشن و این قسمت تمامش گل گردن است که بعض کسایی که بخوان زنجیر بندازن در گل گردن نگاه چیزی که خیلی ضعیف نهیب از اون دیزاین ها میتونن استفاده کنن. خب بیشتر هم براتون گفتم که بعضی دیزاین ها که برای ما فرمایش میشه در بخش ساعت ما نگفته بودیم ساعت برای ما فرمایش میان. بعض از مشتری های ما هستن خارجی که ساعت یا همون اسپند و بعضی چیزهایی که خودشون نظر میگیرن یا عکس برام میکنن با ما راشتان کنیم میکنن. یعنی دیزاین ساعت ماست که از کمپانی ایتالیایی است. قیمت ازیام در حدود $5550 میشه. 5550 و این دیزاین که از تلاش 18 عیار میباشه. 18 عیار خالص است؟ طلا میشه. بله خالص یعنی کلندلا خالص طلا میشه. دیگه از ساعت فقط همی دو چیزی دارین فعلا دو دیزاین پیش ما آمده. بله دیزاینایی که آتل گرفته بودن با سونا بسیار عالی. ساعت دیگه تو نگه نشون میده در بطنه ما مثلا شما قبلا زنانه ایش هم از باز نگویم که دیگه بخش خانم هم هست اینجا. اینم بود هموطنای عزیز ساعت‌های تیلدار دیگه. قیمت اینا تا چند از چند تا چند میشه؟ با قیمت مردانه شده با شما باز نزدیک قیمت $5,500 الی $5,500 است. قیمت ساعت زنانه در حدود $2,370 خب در بخش خردریزا و از نگاه دستمند و چیزای دیگر هم بود بینه حلقای ایتالیا و اینا پلیش گرفتیم دیگه شهزاد جان. دیگه از بخش سیتایی که دیگه پشترتان هست دیگه اگه تا اون تو سنگین بردش برای ما یک نشان بدیم که و دیزاینه که دیگه ما باید شما نشان بدیم دیزاین پلنگ هست که واقعا دیگه برای ما یعنی دیزاین هست که خوش میکنن. اینی پلنگ است که وزنش هم سنگین وزن داره و هم سبک وزن. که از دیزاین هست که وزنش اونقدر سنگین هم نیست و سبکتر هم نیست که در حدود 42 گرم وزنش میباشه. قیمت ازی در حدود $3,650 $3,650. خب یک چیز دیگه بیاره ما هست این طرفش اونمو چیاد بنامو چیاد میشه؟ نه این دستشان کرده اینا برای یک چیزه که از مشتریای ما هستن که چیزای ظریفتر برای ما فرمایش میدن. اینی دیزاین هست. خب اینی میده جلویش بمونه رقم بسیار خوش معلوم شد. بسیار بله این دیزاین شیت شکر است که خیلی ساخت و معقول داره و خیلی مقاومت جنس است که قیمت ازیام وزنش کمتر است در حدود 27 گرم وزن داره. قیمتش در حدود $2,350 میشه. در حدود $350. خب ارزش دیگه بازن اینه یا جدا استفاده از این باز این دیزاین که از جدا که میکنن باز اگر کسایی بخواین باز یک جای هم باز مشکل نداره. یک جای باز هستن که سیتر یک جای مندازن باز بگیرن یک جای مشکل نداره. کدوم گپی نیست یعنی بسیار عالی. اینم هموطنای عزیز دیگه سیتکای دیگه بسیار ظریفی که دیگه واقعا چشم بسیار دیگه زیاد روش معلوم شد دیگه گفتم باش. دیزاین دیگه اینی هست مفلرها هست. دیزاین به نام مفلر یا برای مفلر کردن بالا ساده و خیلی دیزاین هست که ساعت راحت باشن و از یا خیلی فرمایش میدن خیلی دیزاینای ظریف واقعیتش این الان تو اونو اگه میشه از نزدیکتر برای ما نشان بدین این دیزاین شیرکش رو برای شما نشان بدیم. دیزاین روی داره واقعیتش هم دیگه بسیار هم یک چیز خیلی بسیار خوبی است. اینا من فکر کنم احتمال زیاد یکم اگر وزنشون بالاتر باشه. بله کمه وزن زیادتر از نسبت به دیگه کمپاس هم هست وزن در این دیزاین در حدود 90 گرم وزن داره. 99 خب یعنی چی میشه ما این یک هموطن ما که میره فروش میده قیمت ازی در حدود $8,600 میشه. باز اگر کسی که بخواه همراه دوباره یا دستمندش بگیره در حدود $9,600 تا $900 میشه.
1600 تا 700 دیگه. البته مثلا یه چیزی گفتم که شهزاد جان دیگه باز اگه هر کدوم که میین دیگه شهزاد جان اما یک دیگه بیش هم دارن دیگه. چیز داره. خب دیگه شهزاد جان عزیز کدوم چیز دیگه که ظریف باشه برای هموطنانمون داره که نشان بده؟ یک دیگه دیزاینایی که دوباره سر آمار سر دیزاینای دیگر این دیزاین‌ها هست. این دیزاین‌ها به حساب سید گفته نمیشه، مثل یک چیزی است که فرمایش میدن، فقط هم تو ساده انگشتر میباشه، گل گردن و گوشوارش است. که این دیزاین هم همراه سنگش آمده و سنگش دوباره منف میشه، یعنی کسر گرفته میشه که مکمل پلاش حساب میشه. و قیمت های از هر سه از این دیزاین، سه قلم دیزاین در حدود $5000 الی $5100 میشه. $5100 دیگه در همین حد و حدودا میشود. خب این هم کدو بخش گوشواره است دیگه نه؟ یا در بخش گوشواره است. خب اینا نه پیتک از چیست اون طرف؟ این طرف گوشواره. یا این دیزاین ها با چیزای جنسای تفلانی ما هست. خب یگان این دیزاین ها را بله شکل پینگ تفلانه میگن که خوبی این دیزاین دایی است که این دیزاین هم اسم الله است و هم پینگ است و همچنان چشموره داره. آلمی چیز فال هست همی؟ بله شما بگیرین باز استفاده بکنین میشه. و باز دیزاین هم هست که ساده است، تنها این پینگ است و ماشاءالله نوشته می باشه. خوبی دیگه است که از چشموره داره و پینگ داره. خب هموطنان عزیز دیگه شما اینو ببینید، هم چشم مهره و هم دیگه الله نوشته است. بسیار یک چیزی که بسیار خوبش، ظریف، بسیار معقول. میتونین شما برای طفلایتون، طفلانه است اینا بیشتر نه؟ بله این دیزاین است طفلانه است، میتونین خرید کنین. خب بسیار عالی. این کدو بخش طفلانه بود دیگه نه؟ این طرفیاش چیست؟ و این هم دیزاین ها و حلقای گوشواره کفترک است که وزنش کمتر می باشه. خب دیزاین ها است که روی امکان است وزنش کمتر می باشه و بیشتری دیزاین ها که ما روز داریم و زیاد از ما پسند میشه. این دیزاین های وان کلپ میگن که از این دیزاین سیتام است، دستبندام، گوشوارم، همچنان انگشترم که به حساب مارک وان کلپ وان کلیپ. خب باز از اینا همین چیزایی که نشان دادین کلا از عیار 21 می باشه؟ بله تمام دیزاینایی که شما دیدین عیارش 21 است. بجز همین ساعت که عیارش 18 بود که ساخت ایتالیاست و همچنان حلقه‌های ایتالیایی که گوشوارهای روی داره عیارش 18. یکم تو بیشتر گپی ساعت ایتالیا گپ زدیم، حرف زدیم. بعضی هموطنایمون میگن که والا این چیز خطری است، دوبایی است. بله تمام این یک بیشتر رو با شما یادآور شد که اطلاعات تمامش از یک بله خب همین سوال ما بله در ساخت از این تفاوت باشه که بیشتر با شما دیزاین خطر که است یک دیزاین عیارش تمامش 21 میباشه در ساختش فرق میکنه وقتی دیزایناش هم نشان دادم که اساسی باشه که دیزاینش خطری بود ایتالیایی است. ایتالیایی هم عیار 18 داره و عربی هم. عربی که از دیزاینش ساده‌تر جلو می‌کنن، سیتای خراب‌تر و وزن کمتر و ایتالیایی که از دیزاینش باز فرق می‌کنن، مثل ساعت هم باز دیزاین عربی نمی‌باشه زیادتر ایتالیا و خب یعنی یک چیزی نیست که هموطنای من بگن که والا دیگه خطری طلایش بسیار خوبش هست و اون طلا فقط یک دیزاین فقط بله روابش دیزاین های مهم و عیار استانداردش باشه و ساخت دیگه فقط هموطنای عزیز دیگه من خودم خیلی زیاد ببخشید زیاد در بخش طلا معلومات کافی ندارم در حدی که دیگه من نمایشم از شهزاد جان فرستاد میکنم که از این چیزی از این ما چیزی که در ظاهر زیاد استفاده میکنیم فقط این یک چیله و انگشتر و گوشواره و این چیزاست دیگه نه. تا بعضی چیزایی که جدید آمده یگان جنسای جدید اونها رو ما به خود زیاد نمیفهمیم شهزاد جان دیگه. فقط این بخش تنها چیزی که متفاوت بوده عیارش هست دیگه. عیار رو ساخت بود تمام کشورهایی که ساخت هم دیزاینش یعنی عیار رو بلند اگر بگیرن با ما چی دارن عیار رو بلند عیار بسیار این یگان هم مطمئن ما میگم مادر چیزای خرید دیگه میبگیریم
دو یک کلش یک فقط هم مجرد دا دیزاینکش دیگه صاف فرق میکرده. خب دیگه شهزاد جان عزیز کدام چیزی از تایید قلم ما برای هموطنان ما نشان بدین؟ با خودتان ببینید. خب دیگه هموطنان عزیز چیزی که ما دیگه ما بچه دیدیم برای شما نشان دادیم دیگه امروز از انگشتر گرفته تا اون چیزای ستایی که دیگه شهزاد جان برای ما نشان دادن گوشوارا و چیزا و توی چیزایی که دستبند و اینا رو برای ما رو نشان دادن دیگه. باز اونایی که باز بیشتر هموطنانمون باز ویدیو رو که دیدن باز اگه خواستن اگه علاقمندی داشتن خواستن خرید کنن باز میتونن دیگه با خود شهزاد جان دیگه باز زنگ بزنن و دیگه ارتباط برقرار کنن. همچنان در صفحه اینستاگرام، همچنان فیسبوک و تیک تاک هم فعالیت داریم که میشه یک نامش برای هموطنانمون پیج عزیزالله رؤوفی جیولری که از پیج خود مربوط به دکان خود ماست که تمام آیداست روزانه ما برای ما یا دیزاین‌های جدید میمه با پیج ما استودیو میمونیم. همچنان دیزاین‌های جدید اگر فرمایش میدن یا خدمات بسیار عالی شهزاد جان. دیگه شهزاد جان عزیز اون چیزایی که ما دیدن وایفای رو نرخ و نوا و وزن داشته برای مطلب‌هایمان معلومات دادیم درست هسته؟ خب اینا رو یک چیز برای هموطنانمان حالا اون خواست زنده